نمیشه. آقا سلام، خوب هستین؟ ایشون توفنگ گرفته بگم چی بگم؟ به چنل دیدین خوش اومدید. من ادرام بچه‌ها این مهمون خیلی بی‌تربیتیه. عمرم انقدر مهمون بیادب دعوت نکردم. من تا کلاس 6 سلام بچه‌ها، تیدی تادانیم. خوش اومدید به ویدیو چنل. جدیدترین ویدیو با مهمون عزیزم. افتخار دادم بهترین مهمون. من میگه افتخار دادم. آره عزیزم، من هر جا میرم کم از 10 تومن نمیگیرم واسه ویدیو. میخوای بگی امروز چه ویدیویی داریم؟ امروز قراره چالش 5 ثانیه رو بریم با چرت و پرت ترین سوالای ممکن که بقیه جنم نمیرسه. من خودم نمیدونم چیه ولی خب هست یه مش چرت و پرت. خب میخوای شروع کنی یا شروع کنی؟ بچه‌ها بابا ببین چه سوال مثبت دیگه میمونه. حتی من میگم اونها 3 تا وسیله نقاشی. قلم، بوم، پاکن. چقدر زود گفت. 3 پاکدل معروف. ها چیه معروف؟ خب بگو. پاکدل معروف. پاکدل چرا؟ محصول پاکدل، مهدی پاکدل، حسین پاکدل. گفتم یه چیز راحت بگو. این میخواد من ببازونه. من که فعلا بردم. 3 تا کاری که تو تخت انجام میدی. خواب، نقاشی کردن، نوشتن داستان. تخت یه کار دیگه هم میکنن بچه‌ها ولی ما نمیخوابیم. ما تو خونه رو تخت میخوابیم. حالا نمیدونم. ما نمیخوابیم رو تخت. ما زمین. 3 تا شهر با اسم مازندران. نمیدونم. شهر؟ بچه بلد نیستم. مشهد، مازندران. بابا اینا استان شهر نیست. شهره. کسخل استان شهر، استان مرکزی، استان اونا استان شهر نیست. اینا ها 3 شهر با مشهد، مناقل. جغرافیا رو پاس کرد بعد من افتادم. یه تا بدترین چیز دنیا رو ازش ببردیم. باخ. یه 3 تا سریال کمدی نام ببر. کمدی خانه به دوستان، شمدونی، پادری. هیچ کدومو ندیدم. ایرانی ان ولی تنزن خدا وکیلی. من ندیدم. بچه من تو این چالش قراره ببازم. اینم بدترین سوالا رو میپرسه. من اولین سوال دیگه چرابش آسون گرفتم. باخت نمیده. خدایا خودت بیا پایین. بیا پایین جواب اینم زور رو بده. بیا. 3 تا میوه استن. خیار، آووکادو، گوجه سبز. مغز من تو 5 ثانیه جوابگو نیست. خطا در اتصال. نه 3 تا برند کتونی. جردن، اسپورت. دیره بچه‌ها دیدید بس من تیپ استایل نیستم. آدیداس میتونستی بگی. بسکل یه دونه جواب ندم تازه. بچه‌ها من قراره این بازی ببازم. 3 تا وسیله گرمایشی. بخاری. آتیش دقیقا میگفت. دیدی چه کسچری گفت؟ سوری اولی دارم با آتیش خودش میگم. وسیله گفته. آتیش وسیله نیست. شومونه، بخاری، رادیاتور چیه؟ بچه رادیاتور چیه؟ رادیویی که به منم بگین. 3 تا غذایی که داخلش کشک داره. باشه کشک، بادم جون کشک، لوبیا کشک. لوبیا کشک؟ آره لوبیا سبز با کشک درست میکنن. نه غذای واقعا غذای. ببین مشهدیان میخورن. مثل سگ دروم. نه بزن. مشهدیان شمالی. کدوم مشهد؟ شمالی ببر. خود شمالی نمیخورن. میگه من خدا شمالی نمیخورن. نه ولی واقعا میگم خیلی رید
بری باش. من آدم خیلی مهربونیم. رفاق میکنم. نه یه چی بگم بگی. 3 تا کشور ساحلی دریای خزر، مجاور دریای خزر. خب دیگه با در خزر کدومه؟ بچه من جغرافیم خیلی خوبه. تازه پاس کردم. 3 تا کلمه هممعنی شادی. هپی میخواد بشماری؟ چیو بشمونم؟ رینا. تو باید بپرسی؟ نه تو. من که ریدم. نه من باید بپرسم. من که یه دونم جواب ندادم بچه. ممنون بابت اینکه ویدیو رو دادیم. ببین تمومه بچه. تو شکل هندسی بگو. بچه مثلث مستطیل مربع. خیلی بچه یه دونه امتیاز. کجای کاری عزیزم؟ من دستیگم میره. نه عزیزم من این کارو نمی‌کنم. نه دیدی قهرمان ضعیف کلاس ما میکنه کرک. نه سه تا عدد که با 3 شروع میشه. 333. خیلی سخت بود. بچه این چرا همشون اون؟ ببین عزیزم اینا همش به خاطر اینه که تو هم من سخت میده. یه دونه دیگه من بپرس و بچه ها صحبت کنیم باشون که دفعه پیش چی شد. 2 تایی. 3 تا اسم 2 تایی. ترکیب اسم اصغر و علی، امیرعلی، علیرضا، محمد، امیر محمد. بلدم ولی دیر میاد تو ذهنم. اسم اکسام. بچه ها امیر حسین، امیرعلی، علیرضا. علیرضا رو که خدا ریده و بس. بچه به خدا نمیدونم کیا. شکر قیافت بره. من باختم بعدم باختم. هیچی نداشت اومدیم ویدیو بگیریم، بعد با کلی ذوق و شوق اومدیم نشستیم اینجا ویدیو گرفتیم آشپزخونه اتاق. بعد آخر سر ویدیو رو نگاه میکنیم فهمیم که به جز 5 ثانیه اولش این ویزیرکا شارشون تموم میشه و صدا ضبط نمیشه و این زیبای نرگس دارم موقعی که داشت گریه میکرد. چه حسی داری ویدیو ضبط نشده؟ بچه این رو میبینی؟ 48 دقیقه 2 تایی گوه خوردیم. داداش چرا به من میبینی؟ 48 دقیقه زر زدیم از 48 دقیقه یه دقیقه شم ضبط. 48 دقیقه فقط 25 دقیقه. بچه جمعه هستن 25 دقیقه اینجا گرفتیم اونم ضبط شده. هرس نداریم اومدیم زدیم صدا نداره. ببین مثل حال روز منو همونقدر تخم مرغی. خیلی بد بود. تو عمرم انقدر صحبت نکرده بودم. چقدر با لذت داشتیم راجع به گاهی که تو دبیرستان خوردیم صحبت میکردیم. خیلی رندوم. یهو زدم قطع نشده ویدیو قطع کردم چه صدا من اب نداره حتما حافظش کنه. رفتم خاموش رنگ کردم. کل فایلام یه بار رفت اینجوری تو هم دیگه تا من دوباره ویدیو رو پیدا یعنی حذف شده بود بعد دوباره فایل رفت تو هم دیگه تا من رو پیدا کردم دوباره بردم این ور بردم اون ور اضافه ویدیو یوتیوب دیدم ولی نتونستم صداشو برگردونم. رفتنی میره راهشو پیدا باش و مشکل اینا بود یعنی بنده یادم رفت اینا رو بزنم شارژ و من وقتی که حدیثه رفت خونه من خواستم اینا رو بزنم شارژ ولی نمیدونستم چجوری. یعنی باز ویدیو یوتیوب نگاه کردم تا بتونم اینجا شارژ شد. آجیش داره؟ من اونو داشتم میزدم شارژ. بعد مثلا زدم اینترنت برش گفته بود که بعد چراغ سبز شه یعنی داره شارژ میشه. دنبال جای سبزش بود. من نگاه می‌کردم گفتم مثل چراغ سبز نداره کلا. چرا سبز نمیشه چراغی؟ بعد یه نامه رفتم تو یوتیوب تا برگشت گفت اینجا رو بزن کس خون.
اون چی؟ اون رابطه. اینو باید بزنید. بنده بابت این پذیرایی کوچنگم متاسفم. چی نداریم؟ کسخل. من رفتم نظری گرفتم. نظری. من و داداشم رفتیم 4 تا گرفت. 4 تا؟ نه، من و داداشم و مامانم. آره، من و مامانم یکی گرفتیم، داداشم 3 تا گرفت. 5 تا گرفت. وقتی ویدیو رو میذاری آپلود میکنی یه سوال ازت میپرسه که این ویدیو واسه کودکان ساخته شده یا نه بالای 18 ساله. هر ماه واسه پنجشنبه یا جمعه. نمیتونم بزنم واقعا برای کودکانه چون چیز بعدی نگفتیم. چیز بعدی نگفتیم. من گفتم تو خوردی. اولین ویدیوم پربازی ترین ویدیو بود. چند ویدیو خورد؟ هر شده 31,000 نبود. هر دفعه میگه نه بابا. بین همه ویدیوهامون بیشتر چیز خورده بود و واقعا دارم میگم شیرترین ویدیو همون بود. من نمیدونم کی داره اون نگاه میکنه. حالا دوستانم میخوان چنل تو. من فیلم گرفتم میگم بده بهم. من مسخره نکنه. بله. از اون استودیو به من پیام دادن که تبریک میگم بهت فالوورات به 10 تا رسید. من وای مرسی. 10 تا بدی من مثلا 30 تاش میکنم. 30 تا دونه. 30,000. من مرد تنها. کسخله هر موقع زایم میشه یکی باید بزنم. دستو چلفتی پارتی. برقو زدم من تعریف کردم اومدم برم پایین بعد این برقه رو ثانیه‌شو کم کردم مثلا قبلا مثلا حدود 60 ثانیه همینجور روشن میمون الان کردنش بودن 15 ثانیه بعد من کفشمو میپوشم بعد تونتون اپلا میرم پایین معمولا کفشم هم لیز تونتون اپلا میرم پایین یهو برقه خاموش میشه حالا این دستم درد میکنه مامانم وقتی میره برقش آی بعد این چراغ خاموش شد من داشتم تونتون میرفتم یهو گرخیدم همه جا تاریک شد همینجوری از چیز رفتم و دستم اینجوری با هم داشت میومد بگم دستشویی از اینا بدونم. دستشویی و حالا من میخوام خودم نجات بدم به جای اینکه مثلا نگه دارم خودم دست و پا میزنم انگار غرق شد دستم درد گرفت نمیتونم دیگه بزنم تو من زدی خودت دست درد گرفته عذر میخوام ببخشید گردی شما با این یکی زدی. میزنم به سود پدره خواستم این چیزی گفته باشم. این چجوری مانی پایین؟ مرغ اینجوری میافتم. بخواه یه مدت خروس بوده آره ایشون هم مرغ بوده من نه آره من ایشونا اکمون خدا خوبه نه مرغ بود خوردیم آره داشت خیلی چسبید روغن حیوانی هم درستش کردیم روغن حیوانی بدم میاد دختری که روغن حیوانی نخوره پسره برعکس حسین بیرون بشه ندیده یا ابوالفضل من برگشتم برمیگشتم از رفتم جایی داشتم برمیگشتم واقعا دارم میگم یه جوری به هم دیگه نخ میدادن راز به وضوح ها نه اینجوری که مثلا که آقا پسر چقدر خوب تب میزنی مورد ننم میشی دختره مثلا من نخ دادن چی بود رد میشد مثلا پسر تکیه داده به ماشین اینجوری دختره رد میشد واقعا دارم میگم به شکم پسر دست میزد من نگاه میکردم نه وایسا زمانش واقعا میگم همینجوری مثلا داشت رد میشد دستشو باز کرده انگار داره به چیز دست میزنه اینجوری میمالید به پسر بیچاره پسر اینجوری بابا در اینو باز کن من ببین در اینو آقا چیکار کنیم نمیدونم من خوشم میاد با در این باز کنم ولی نمیتونم الان بازش کنم بیان تو بیا
به خدا این خوز خونی خواهر اینو بکن نه خری من این دارم این شکلی میکنم نره این ماره که در باچه میگه مطمئن نشیسته درد میکنم یه تکونش میدم درد میکنم نه باشه دیدین یعنی با به وضوح متوجه شد. خری نفهم خری نفهم بگیش یعنی حد کن بذار خدا بازی کنیم ویدیوتون بای بای بچه‌ها تا اینجای کار تیزادالی بودم مرسی اینکه ویدیومو دیدین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره عاشقتونم خدافظ بای بای